افشای حقایق تازه، حسنا عنایت با غزال عنایت که اصلا باورتان نمی شود. نشر تصاویر عجیب و باور نکننده غزال عنایت در صفحات مجازی که اصلا باورتان نمی شود. غزال عنایت با حسنا عنایت چرا درگیر شده است؟ حسنا در کدام کشور است و چرا دیگر به کارهای هنری‌اش ادامه نداده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور رسانه‌ای افغانستان بوده است. غزال عنایت کارهای هنری‌اش را بیشتر از 15 سال می شود به طور رسمی و مسلکی برای علاقه‌مندان و طرفداران صدایش آغاز کرده است. غزال عنایت با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا چنان در دل‌های مردم افغان شهرت پیدا کرد که وی در آن زمان چندین آهنگ عاشقانه سرود. غزال بعد از رفتنش به کشور کانادا با دو خواهر دیگرش هم کارهای هنریش را ادامه داد. خواهران غزال عنایت از جمله حسنا عنایت و جولی عنایت هم به کارهای هنری و هنر آوازخوانی می‌پردازند. جدیداً در صفحات مجازی حسنا عنایت با غزال عنایت درگیری لفظی انجام داده است، ولی تا کنون دلیل این کار این دو هنرمند معلوم نیست. اما جالب اینجاست حسنا عنایت در کشور استرالیا دور از خانواده‌اش زندگی می‌کند، ولی غزال عنایت همیشه سفرهای کاری به کشور ترکیه و دبی داشته است و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این دو بانوی هنرمند کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.